ای نسخه نامه الهی که تویی، ای نسخه نامه الهی که تویی، وی آینه جمال شاهی که تویی. بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست، بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست. از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی. خواهران و برادران فرزانه من، ای فرهیختگان ایران، ای عزیزان دلم، ای معلمان، ای دانشجویان، اساتید دانشگاه، مهندسین، پزشکان و ای انسان‌هایی که هر کدوم در فضای از زندگی منشأ اثرید، بسیار خوش آمدید به جلسه زیبای تکنولوژی الهی فکر. جلسه‌ای و فضایی که به زودی زود از شما انسان زیبای دیگری می‌سازد. انسانی که از فضای از غفلت‌ها و بیخبری‌ها به فضای از خودآگاهی و اشراف و بصیرت لحظه به لحظه به خود و زندگی آنچنان اراده کند، آنچنان بیندیشد، آنچنان آینده‌ای بسازد که این آینده هیچ شباهتی بر گذشته‌های ناکام او نداشته باشد. بنابراین ای خواهران و برادران فرهیختم که امروز در این فضای الهی حاضرید، در این جلسه خداوندی، در این ضیافت الهی، و ای عزیزانی که از طریق این تصویر و این صدا این پیام الهی را میشنوید، خوشا به سعادت شما، زیرا که شما امروز به فضایی گام نهادید که ظرف 2 ساعت آنچنان دروازه‌ای از درهای رحمت خدا به روی تو گشوده می شود که تو به عنوان یک انسان برخیزی و فکری به حال فکرت بکنی، برخیزی، باور کنی خودت رو، جهان هستی رو باور کنی، خدا رو باور کنی، گلهای زندگی رو باور کنی و بلند بری یک آینده متفاوت از گذشته رو خلق کنی که سراسر حضور در محضر خدا باشد، حضور در محضر اندیشه ها، باورها، شخصیت، انسانها، ارتباطات زیبای انسانی و همچون کوهی بشوی در مقابل مسائل و مشکلات زندگی بیستی و آنها را عالی، قدرتمندانه و خداگونه حل کنی و از زندگیت یک شاهکار بسازی. قبل از اینکه من بحثم رو با شما شروع بکنم که یقین دارم که همه شما احساس خواهید کرد که واقعا چه جلسه‌ای، واقعا چه روزی، این چه روزی است، این چه برنامه‌ای است، این چه سخنی است، این چه پیامی است، این چه تکنولوژی است که امروز در قرن 21 از سوی خدای رحمان توسط یک سفیری به تو عزیز دلش تقدیم می شود. دلم بخواد ازت یک سوال بکنم و بحثمون رو از رهگذر این سوال و با این سوال در واقع آغاز کنیم با هم دیگه. ضمناً به شما بگویم که فکر نکنید که اینجا نمیدونم حالا یک کنفرانس علمی اومدی شرکت کرده، اینجا یک فضای بی‌نظیری است در محضر خدا و حضور فرشتگانش و تو امروز می‌درخشی در این فضا. امروز با خودت ملاقات می‌کنی، امروز پرسش می‌کنی، امروز به تجزیه تحلیل خود می‌پردازی. لذا اولین سوالم این هستش که ای خواهرم و ای برادرم، چرا به این فضا اومدی؟ دنبال چی هستی؟ چرا امروز میخوای 2 ساعت از وقت گرانمایه صرف این جلسه بکنی؟ چی میخوای؟ برای اینکه این نقطه زیباترین نقطه سلف کانشسنس یا خودآگاهی یک انسان است. برای که معمولا انسانها در وادی غفلت زندگی میکنن، صبح شب تکرار یک تاریخ، معلوم نیست چی کار دارن میکنن، معلوم نیست چه خبر است، معلوم نیست خانهشون چگونه فضای از جنگ و اختلاف و دعواست و حالیشون نیست، حواسشون نیست، معلوم نیست که فضای کار چگونه فضای از تنش و استرس و اضطراب است و حالیشون نیست. لذا دلم میخواد از تو سوال کنم که ای خواهرم و ای برادرم که به اینجا اومدی، میدونی برای چی اومدی؟ میدونی دنبال چی هستی؟ میدونی قرار است که چه اتفاقی امروز در تاریخ زندگی تو رخ بدهد؟ برای که اگر ندونی خیلی بده و من یقین دارم که میدانی و خیلی دوست دارم که اگر این خبرنگار صدا و سیما از دم در مثلا از تو سوال میکرد که ببخشید خواهر برادر اینجا چه خبره، کجا داری میری، بهش چی جواب میدادی؟ دوست داشتم این جوابو بهش بدی. گوش کن. دوست دارم در واقع بهش میگفتی که اینجا فضایی است که من اومدم با خودم ملاقات کنم برای بهبود کیفیت زندگیم. این قشنگترین رسالت یک انسان است و زیباترین اتفاقی است در تاریخ زندگی انسانی رخ بدهد که یک انسانی در یک صبح جمعه رخت خواب غفلت رو رها کنه، بلند بیاد در یک کلاس خداگاهی، حضور در محضر جهان هستی و خدا، بیاد با خودش ملاقات کنه، بگه من کیم، چی کار دارم میکنم، چگونه زندگی میکنم، خانه‌ام چگونه، کارم چگونه، فرزندان چگونه، آینده چگونه، گذشته چگونه رفت و برای آینده هم چه تدبیری، چه اندیشه‌ای، چه برنامه‌ای. این زیباترین اتفاقی است که در دنیا یک انسان بیفتد. میدونی چرا؟ برای که تمام انسان‌های موفق تاریخ این گونه یهو درخشیدند
یک روزی به خود آمدند، از فضای از غفلت‌ها بیرون اومدن و فکر کردن من چیکار باید بکنم برای آیندم و بعد تصمیم گرفتن. زیرا تا تصمیم اتخاذ نشود تغییری در زندگی رخ نمیدهد. این یک قانون است. بنابراین تو امروز به این جلسه اومدی یا داریم به این بحث گوش میکنی به عنوان ملاقات با خودت به منظور بهبود کیفیت زندگیت. این رسالت توست، این هدف توست. فضای اینجا امروز یک ضیافت الهی است. مطمئن باش. یعنی تو امروز به دعوت خدا اینجا آمدی، خودت نیامدی، من تو رو نیاوردم. در واقع خدای رحمان امروز اراده کرده است تا به مصداق یهدی من یشاء تو را هدایت کند به راه زیبا یک زندگی. امروز دستت گرفته آورده تو این فضا، تو این مهمانی که خودش میزبانشه، خودش داره نظارت میکنه، فرشتگان خودش هم آورده به صف ایستادن تا ببینن که چگونه انسانی در یک روز قشنگ جمعه‌ای به خود میآید و خود را از نو خلق میکنه. زیرا انسان است اندیشه هایش و اگر انسانی یک روزی بیاید و از نو بنیان گذاری کند یک نظام تفکری را، این انسان از نو خلق شده است. برای که گوشت و پوست و استخوانی که همه دارن مهم نیست. آنچه را که امروز تو را از گذشته متفاوت و متمایز میکند خلق و بازسازی و نوسازی نظام تفکر توست که امروز در این فضای الهی صورت میگیرد. بنابراین دلم میخواد بدونی که امروز به یک ضیافتی گام نهاده ای که این ضیافت میزبانش خداست و تو مهمان خدایی و ما خدمتگزاران این جلسه هستیم. بنابراین مرحبا و ضیوف الرحمن، خوش آمدید ای مهمانان خدا در این صبح قشنگ جمعه برای یک تولدی دیگر، برای ایجاد یک نقطه عطفی در تاریخ زندگیت. و چقدر خدا لذت میبرد، چقدر فرشتگانش کیف میکنند و چقدر خدا در حضور فرشتگانش امروز تو را به خونها میکشاند که ای فرشتگانم بیایید ببینید که چگونه انسانی از نو اندیشه‌هایش را سازمان میدهد و به تفکر و خلق اندیشه‌های نوینی میپردازد که این انسان بلند یک آینده متفاوت را خلق کنه. و من نام این پدیده را یک تولد دوباره مینامم. امیدوارم که تو هم احساست همین باشه. بنابراین با این احساس قشنگ تو امروز اومدی در محضر خدای رحمان در یک مهمانی و ضیافت الهی، اومدی با خودت ملاقات کنی به عنوان قائم مقام خدای رحمان تا از رهگذر اندیشه‌های نوینت بتوانی آینده‌ای رو خلق کنی که این آینده هیچ شباهتی بر گذشته‌های تاریک و ناکام تو نداشته باشد. این رسالت جلسه امروز است. بنابراین با این احساس قشنگت ببینیم که چی کار باید بکنیم. قبل از این من بحثمو شروع کنم، میدونم که همه شما انسان‌هایی هستید دنیا از احساسی، دنیا از عشقید و شاید اولین دغدغه‌تون این باشد که وقتی نگاه به میلیون‌ها نفر از مردم ایران می‌کنید امروز در تهران و شهرستان‌ها، حتی خارج از کشور، در فضای از غربت خارج از کشور، شاید دغدغه‌ت این باشد که امروز مردم ما چه می‌کنند، چگونه زندگی می‌کنند، چرا زندگی بسیاری از مردم ما در ایران بد است، چرا بسیاری از جوانان ما و مردم ما در فضای از خستگی، افسردگی، اضطراب، یأس و فضای از خودگم شدگی و ناباوری و بی‌هویتی و بی‌شخصیتی زندگی می‌کنند. ممکنه خب چیکار کنیم آقا؟ تقسیم فضا و روزگار و نظام و رژیم و آمریکا و این و اون است. چیکار کنم این مردم بیچاره تو این اوضاع احوال اقتصادی؟ میگم خب ولی هیچ میدونی که در کنار این انسان‌ها عده دیگه هستن خیلی عالی زندگی می‌کنند، زیبا حرکت میکنن، زیبا کار میکنن، زیبا ارتباط عاشقانه برقرار میکنن، زیبا درس میخونن، در کنکورها میدرخشند، ارتباطات عاشقانه انسانی الهی برقرار میکنن، بر سجاده مینشینند و در نیمه های شب با خدا معاشقه میکنند که شکم خودش و زن و بچه و فامیل و همه سیر، همسایگانش سیر. این گونه منشأ اثر است به عنوان قائم مقام خدا در وادی زندگی. پس چرا اینا عالی زندگی میکنن؟ این به خاطر چیه؟ لذا من اعتقادم این استش که اگرچه شرایط محیط، عوامل، نظام حکومتی، مردم، قانون، امریکا، این اون، جنگ تحمیلی، شرایط نام جانبازان، تمام اینها بر کیفیت زندگی من و تو تأثیر داره و قطعاً چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. منم قبول دارم، ولی میخوام بهت بگم که ای عزیز دلم، امروز بیا و بدان که نقش اصلی رو تو کیفیت زندگیت ایفا میکنی. درست شرایط عوامل بر کیفیت من و تو مؤثرن، ولی هیچ میدونی به همین دلیل که انسان‌های عالی زندگی میکنند لذا میتونیم من و تو امروز یک نتیجه بگیریم و اون نتیجه این هستش که بس که منم میتونم یه جور دیگه زندگی کنم. آری به گونه دیگر هم میتوان زیست. این زیباترین پیام جلسه امروز است. بنابراین میخوام بهت بگم که نقش اصلی رو تو ایفا میکنی. اگه بگی چیکار کنم، تقصیر این مامانم، بابام، مادر شوهر، رئیس جمهور مملکت، رادیو تلویزیون، همش اینجوری کنی و فارغ از این پدیده باشی به نام من، میدونی؟ چون من همیشه فکر میکنم که انسان‌ها اصلا غفلت‌ها از این نقطه شروع میشود که آدم‌ها همش اینجوری کنن. به من چه شوهرم، من چه معلم خوب درس میده، شاگرد خوب درس میده، مدرسه اینجوریه، مملکت اینجوریه.
ولی اینکه من چی؟ هیچی. لذا میگم که انسان‌ها غافلند آنجا که این گونه می‌کنند و انسان‌ها هوشیار می‌شوند در صبح جمعه آنجا که این گونه می‌کنند. و لذا دلم می‌خواد این موضوع رو همین الان با هم 2-3 دقیقه تحلیل کنیم، بپردازیم به اصل بحث. من معتقدم که اصولاً انسان‌ها در وادی زندگی بر 2 دسته هستند. اگر تمامی مردم ایران رو به 2 دسته تقسیم کنیم که بگیم انسان‌ها یا هوشیارند یا غافل، یا برنده‌اند یا بازنده، یا موفقند یا ناکام، یا ثروتمندند یا فقیر، یا آرامند و بانشاتند یا اضطراب دارند و ملتهب و نگرانند و دلمردند، میتوان گفت که انسان‌ها بر 2 دسته هستند. انسان‌های هوشیار در وادی زندگی و انسان‌های غافل در وادی زندگی. میدونی، برنده، بازنده، موفق، ناکام. البته انسان‌ها در یک طیف گسترده‌ای هستند، ولی من دلم می‌خواد امروز 2 تا نقطه از این طیف گسترده رو بگیرم، از میان میلیون‌ها انسان ایرانی 2 نفرشون رو بگیرم، این 2 نفر رو با هم دیگه مقایسه کنم، 2 نقطه اکستریم این طیف رو، 2 نقطه فوق‌العاده این طیف رو بگیرم، انسانی در اوج، انسانی در حضیض، انسانی در موفقیت و نشاط و شادکامی و زیبایی و عشق و عاطفه و خلق دستاوردها، و انسانی گم شده در وادی زندگی، پرت، گیج، گم، حقیر، فقیر، نگران، مضطرب، نارام، متلاطم، پشت در کنکورها، پشت در دروازه‌های موفقیت مونده. چه فرقی است بین 2 تا انسان؟ من این دسته انسان‌ها را انسان‌های غافل می‌دانم و انسان‌های خوشبخت و موفق را انسان‌های هوشیار می‌دانم. می‌خوام این 2 نفر انسان رو با هم دیگه مقایسه کنیم که بهش میگن تئوری غفلت و هوشیاری. بسیار تئوری مهمی است و من دلم می‌خواد که همه چیز رو با شما از این نقطه آغاز کنیم که انسان‌ها یا غافلند یا هوشیارند. چه فرقی است؟ و بعد تو از رهگذر این تئوری اولا ببینید تو کجایی؟ تو چقدر هوشیاری، تو چقدر آگاهی، تو چقدر حواست جمعه، تو چقدر تصمیم گیری، تو چقدر تدبیر می‌کنی، تو چگونه فردا می‌سازی. و بعد با این معیار محک عزیزان تو، اطرافیان تو، انسان‌های تحت زعامت و مدیریت و تعلیم و تربیت تو بهشون یک نگاهی بکنی و بعد از این رهگذر کاری بکنی که انسان‌های دیگه هم از فضای از غفلت‌ها درآیند و در فضای از هوشیاری‌ها فکر کنند و خلق کنند، چون انسان‌ها می‌توانند اگر بدانند، اگه غافل باشن نه. برای همین من این تئوری زیباترین تئوری تعلیم و تربیت، تئوری مدیریت، تئوری اداره کارخانه‌ها، تئوری تعلیم و تربیت در مدارس، تئوری خلق آینده‌های قشنگ می‌دونم. لذا لطفاً توجه کنید به زیباترین تئوری دنیا یک انسان. بذار علاماتاشو بگم، از رو علاماتاش بفهمید که چجوری آدم‌ها اینجوریان و معلومه بعد نتیجه میگیری که ها باید خب فقیر باشه، باید محروم باشه، باید هیچ خواستگاری به در خونه این نیاد. معلومه کی میاد سراغ این آدم؟ با اینکه ظاهراً هم خوشگله، با اینکه ظاهراً هم ولی به درد نمیخوره، چیز دیگه باید داشته باشه. حالا فرض کنید که 2 نفر میخوان بیان خونه شما. یه جمعه یک انسان غافل میاد صبح جمعه، یه صبح جمعه هم یک انسان هوشیار میاد در خونه شما. ببینیم که اینا چگونه ظاهر میشن در محضر تو و از زندگی تو اون روز چه میسازند. و بعد ببین که چگونه یک انسان غافلی که میاد در خونه تو رو میزنه، روز تو رو خراب میکنه، زندگی تو رو خراب میکنه، روحیه تو رو خراب میکنه. یعنی افسرده دلی است که افسرده کند انجمنی را، و آنجا که یک انسان هوشیاری به در خانه تو صبح جمعه میآید چگونه دنیای تو رو عالی میکنه، چگونه فضای فکر تو، روان تو، عشق تو، احساس تو، انگیزهای خلق فرداهای قشنگ در تو ایجاد میکنه و تو بلند میگی خدا این چه روز جمعه‌ای بود. یا آدم غافل وقتی صبح جمعه میاد در که میزنه، تو میری براش در وا میکنی، به محضی که تو بهش سلام میکنی اون اول شروع میکنه خبر بد بهت میگه، یا از خفاش شب میگه، یا از جنازه های بم برات حرف میزنه، یا نمیدونم یا از چه میدونم یک تصادف جنازی تو خیابون برات میگه ولی 2 سال پیش اتفاق افتاده، ولی اون روز جمعه برات میگه و فضای روح و روان تو رو اون روز خراب میکنه. بعد تنها نمیاد تو، در حالی که یک انسان هوشیار که صبح جمعه بعدی میاد خونه، به محضی که وارد میشه تو بهش سلام میکنی، او برات یه جوک میگه، او یک خبر خوب بهت میگه، او یک بشارت بهت میده، او تو رو در آغوش میگیره میبوسه، او یک لبخند مهربانانه و ملیح به تو میزنه و تو احساس میکنی یک مجسمه نوری از امید، مثبت اندیشی و نگاه عاشقانه مثبت امروز به خانه تو آمده است. بعد یک انسان غافل میاد تو خونه میشینه، به محض یه چای میذاری جلوش شروع میکنه، وقتی از گذشته های زندگی میگه هر چی خاطره بده برات تعریف میکنه. اگه میخواد از آینده ها حرف بزنه میگه اگر مثلا در تهرانم نمیدونم همچین اتفاقی بیفته من چه خاکی به سرم کنم مثل بم، اگر نمیدونم مادر شوهرم این حرفو بهم بزنه چیکار کنم، اگه شوهرم کارش از دست بده چه خاکی به سرم کنم، اگه بچه‌م بره زیر ماشین کجا خواهش کنم در تهران. همش چه اندیشه‌های این گونه‌ای، چیزایی که اصلا معلومه نیست اتفاق بیفته. این فقط نشه در فکرش، در این فکر، در این کارگاه، در این باغچه به عنوان علف هرز تولید میکنه. در حالی که یک انسان هوشیار صبح جمعه که میاد خونه تو بشارت آینده‌های قشنگ رو میده، میگه ان شاءالله میخوام این کارو بکنم، میخوام کارخونه بزنم، میخوام برم خواستگاری، میخوام خواستگاری بیاد ببینم خواستگارام برام صف بکشن، میخوام یک کار خوب، یک شغل خوب، یک آینده خوب، همش بشارت فرداهای قشنگ. تو خب این چقدر فرقه؟
یک انسان غافل وقتی میاد تو خونه تو همش اینجوری میکنه که من چه تقصیر شوهرمه، مادرم، معلم، یعنی همش اینجوریه. من همیشه میگم انسان ها این قانون جهان هستی است. خداوند مثل که انسان ها رو یه جوری آفریده که هر وقت خواستن انگشت شماتت و اشاره رو به سمت یه نفر دیگه ای دراز کنن میگن تقصیر توئه. من فکر کنم که با سه انگشت دارن خودشون نشانه میرن ولی حواسشون نیست. نقش اصلی رو تو ایفا میکنی. درسته حالا یه ذره تقصیر اونه ولی تو چی؟ یه انسان غافل اصلا از خودش غافل از کاری نداره. در حالی که انسان هوشیار میدونی به محضی که میاد تو خونه تو اینجوری میکنه میگه من میخوام این کارو بکنم، من میخوام این حرکت، من میخوام اینجوری. نق نمیزنه بگه مثلا چرا. یک انسان غافل نق میزنه همش میگه چرا. گوش کن به حرفاش. همش میگه چرا بس خرابه، چرا من بدبختم، چرا خدا دوستم نداره، چرا خواستگار به خونه من نمیاد، چرا اینجوریست. در حالی که انسان هوشیار میگه چگونه، نمیگه چرا. میگه ای خدای رزاق چجوری میتونم وضع مالی عالی تر کنم، ای خدای رحمان چگونه میتونم همسرم با خودم همدل و همسو کنم که بتوانیم فضای آرامی در خانه ایجاد کنیم که به تربیت فرزندان صالحی بپردازیم. چگونه. واقعا من فکر میکنم که انسان ها فقط یک رسالت تو زندگی دارن، بعد قانونمندی های جهان هستی رو اجرا و اطاعت کنن. اگه بکنن میدرخشن، اگه بکنن پول در میارن، اگه بکنن آغوش محبوب رو تجربه میکنند. اما اگر نکنن برخلاف قانونمندی ها غافلانه زندگی کنن نق میزنن میگن چرا، من میگن این چرا اینجوریه، من فلان. علامت دیگه که انسان غافل نستش که همش نشسته تو وادی گذشته ها. گوش کنید دارم فرق این دو تا آدما رو میگم. امیدوارم این صبح جمعه یک نگاه قشنگ به این انسان ها بکنید و بعد اولا ببینید خودت کجایی. امیدوارم هر چی در مورد انسان هوشیار میگم در تو صدق بکند و هر چی در مورد انسان غافل میگم خلافش در خودت ببینی. یک انسان هوشیار همواره تمام نگاهش به آینده های یک زندگی است، ولی یک انسان غافل همش نشسته در